حالا بوهمدان به توپ ضربه میزنه، فرصت برای استقلال، گل توی دروازه. شریفی هست که دروازه رو باز میکنه. استقلال خوزستان 1 استقلال 0. دفاع چند لایه استقلالی ها بازم توپ رو دور میکنه. حجت احمدی ادامه بازی رو اعلام میکنه. خود حجت احمدی، سهرابیان پیش رو، یک ضربه، گل توی دروازه. آقاسی رو جا گذاشت. چه تصمیمی رو اتخاذ خواهد کرد حسن اکرمی روی این صحنه؟ رفسنجان در اصفهان به مسافه هم خواهند رفت و پرسپولیس و فولاد هم یکی از بازی حساس رو برگزار خواهند کرد. فرصت برای استقلال، یک ضربه از رامین رضاییان، به هر شکلی از توپ رو دور میکنن. خطر همچنان بر روی دروازه استقلال خوزستان هست. یک و دویی که با آستانی انجام شد. آستانی، فرصت، جنپو، و نمیتونه که دروازه رو باز کنه. اونجا افشین روی خط دروازه. رامین رضاییان هم از بازی اخراج میشه به خاطر ضربه سری که به بازیکن استقلال زد. هر دو تیم حالا 10 نفره بایستی به کارشون ادامه بدن.